چطورین؟ من کیاندی 25 م. خوش اومدین به این ویدیو. آقا از قسمت قبلی اگه دیده باشین بعد بگم یه سری تغییراتی بوده. این قسمت که بچه ها نیستن هیچی، اون به کنار چیزه. میخوام ببینم میتونیم حالا توی یه قسمت جمعش کنم یا نه، شاید تو دو قسمت بشه، چون فارم آهنه برحال توی یه قسمت خیلی سخته جمع کردنشون تو سروایول. برای همین نمیدونم حالا توی قسمت میشه جمعش کردن. من قسمت قبلی تا حالا یه ذره بازی کردم، 9 روزم میبینین گذشته. اون قسمت قبلی هم باگ خورده بود، نمیدونم چی شده بود که اصلا زمان تکون نمیخورد. نمیدونم حالا مشکل چی بوده که درستش کردم. اندازه 9 روز 10 روز، اندازه 8 روز 9 روز بازی کردم، ماهیگیری کردم. این قلابه از توش در اومد. با قلاب معمولی ماهیگیری کردم، با انویل با همین ترکیبش کردم، این در اومد. نیم تگ گرفتیم، اسمی برای این گربمون اسم گذاشتیم. یه سری انچانت هم پیدا کردیم. یه دونه که از چیز بود، یه دونه هم الان قسم تو همین ماهیگیری پیدا کردم. شاید تو همین ویدیو هم یه مقدار حالا اسکیپ میکنم، ولی شاید یه ماهیگیری ریزی بکنم. 2 تا ویلیجر هم آوردم. این خونه ای که میبینین 2 تا ویلیجر توشه. بریم بکپیم. من تخت یادم رفت فقط ویلیج بیارم، بذار برم بیارم. یه دورم مردن ویلیجرهای توش، چیز نذاشته بودم، تورچ نذاشته بودم، زامبی اومد خوردشون. توی مختص منفی 300 در منفی 300 هم دوباره یه ویلیج دیگه است، اونم یه سر میزنم. اون موقع بچه ها فقط سر زدن، من دیگه نرفتم سمت اون ویلیج، ولی ازشون پرسیدم گفتن که تو مختص منفی 300 در منفی 300. یعنی اصلا این الان به چه در میخوره؟ آشغال عوضی بیا کپیده ساعت چند 8 بده عوضی الدنگ بیکار. بمیر فلچرم میخوام، 20 تا شغل فلچر میخوام، دهنم صافه. بده تخت بده. این خونه هست که قسمت قبلی ازش یه ذره سنگ برداشتم، همون. آی سلام خوب. آها راستی من بچه ها کل وسیله‌ای که پیدا کرده بودن نو دادن. حالا اگه چیز، چون که وقتی آدم آنلاین بازی میکنه مخصوصا تو بدراک، اونم بدون سرور، احتمال پریدن وسایلشون یه مقدار خیلی کمی هست. ما هم چون وسیله زیاد داشتیم همه رو دادن به من. حالا من بعداً حالا این فارماهن رو میزنم دیگه، اصلا به کارشون نمیاد اگه کار کنه. ولی حالا من یه جایی اول پیدا کنم برای این کار. یه جایی باید باشه که به چیز نباشه، به غار نخوره. این همین گوشه فکر میکنم خوب باشه. خیلی خوب، یه دونه 5 در 5 میکنیم. همین حالا 52 شد. من چیزی برم بالا. حالا هم چیز بیارم، نوردبان. بقیه هم از اینا بساز. نردبون آها بریم. خیلی خوب آقا، ما اینو تا اینجا رفتیم، حالا تختا نیازه. دوتا رو باید بزنیم بره فعلا. خب
برای اینکه بتونم برگردم، ای لعنت بهش، فقط یه طرفشو میزنم و بعد برم دوباره تخت بیارم. و برای تخت بیشتر ما به موجوداتی مثل اینا نیازمندیم. مرسی. یکی ویلیج است که بچه ها پیدا کرده بودن. سلام. چی میفروشه؟ سکاسته نمیفروشه. اینو لوت کرد، نه خورده. نگاه کن. تختای دیگر من از اینجا فعلا برمیدارم چون اون ور رو دارم میبینم لازم دارم. این ور رو میزنیم همه رو میکشیم. این ور خیلی مهم نیست. آقا ما تمام تخته اینجا رو برداشتیم. چند تا شد؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8. باز 2 تا تخت کمه. یعنی باید برم دوباره باز از اون یکی ویلیجه باید 2 تا دیگه بردارم. بچه سلام. ولی نزدیک خوبه. 2 تا ویلیج نزدیک داریم. این تو هم فعلا خونمون نداره که هیچی توش نیست. ما چون خونه بسازیم بچه آتیش میزنن، شعور ندارن. فعلا خونه نمیسازیم. البته بعضی خونه مثلا تخت ندارن ولی گوسفند دارن. گوسفند خودش تخته دیگه. من یه دونه گوسفند دیگه پیدا کنم. بیا یه دونه دیگه تخت میخوام. مثلا همینجا بسازم تختو. خب این طبقه تکمیل شد. حالا حرکتی که باید بزنیم یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا. بعد همینجوری حالا مهم نیست چه بلاک بذاریم. برمیداریم میپریم پایین. این وسط هم با یه دونه بذاریم. این وسط زامبی اسپان نشه. حالا باید بریم فلچر. تازه این چی میگه اسمش واقعا یادم نی. برای ویلیجری که شغل فلچر داشته باشه درست کن. اصلا ننوشته چجوری هم درست میشه. فقط یادم چیز میخواست، پر میخواست فکر میکنم با گرول اگه اشتباه نکنم. بذاریم گرول. یه ذره هم شن میخوام. حالا شن برای چی؟ شیشه میخوام درست کنم. تا جایی که دیدم آموزشی اصلا خود نیاز به زامبی نداشته. خودش آیرن گولم اسپان میشد. ولی من حالا نمیدونم خیلی گفتن کار نمیکنه فلان بیسار.
من محض اطمینان چیز میارم، زامبی هم میارم توش که کار کنه 100% دیگه. کافی باشه دیگه. من توی 3-2 ببیننش اونقدر چیز. چجوریه؟ او چوب میخوام، بریم چوب بزنیم. من تبر درست کنم. من باید بزنم برم باز گرول بیارم، کمه. همه رو چوب کن، همه رو فلچر کن، بریم بخوابیم. خیلی خوب. تماش من بذار فعلا اینجا باشه. چوب ندارم. خیلی خوب آقا، اینجا دقیقا الان اندازه 20 تا جای خالیه. ما 20 تاشو میذاریم پر میکنیم. دقیقا 20. حالا من اینجا رو میخوام یه حالت اینجوری بذارم باشه، یه چند تایی زامبی بندازم توش، مثلا شیشه بعد بپزم. حالا تا اینا میپزه حالا باید ویلیجرها رو ببریم تو. بذار ببینم زندن هنوز. امیدوارم چیزی اسمم نشده باشه. بسته بودم ولی حالا باز نه، دوتاشون زندن. من چجوری اونا رو ببرم اون تو؟ میتونم یه کاری کنم، مثل بیل بسازم. واقعا نمیخوام از قایق درشون بیارم، حال و حوصله ندارم. بس همین این حرکت رو دارم فعلا میزنم، بعد همه اینا رو پر میکنم. اونقدر مهم نیست. خیلی خوب، بریم ببریمشون تو. الان بهتر شد. خب دوباره
خوب شغل فلیچه رو گرفت. بریم اون یکی هم بیاریم. نکردم اینا رو بگیرین زیاد شد. زیاد شنی بده بش. داد بهش. بله زیاد شد من کاریتون ندارم. نمیدونم البته زیاد میشن وقتی شغل دارن بیریت میشن. چقدر بهش میدی بشر؟ اسراف نکن. اینا حالا همینجوری زیاد میشن. من بذار برم بازم نون بیارم بندازم براشون. دوش ریف کنم همینجوری تا فردا میشن دیگه. بچه هاشون هم بزرگ بشن شغل رو میگیرن. اینا دارن زیاد میشن. قلبا رو میبینی. چند تا سطل لاوا درست بکنم. فکرم یه دونه میخواد البته فقط. یه دونه درست میکنم. من میرم لاوا رو میارم ویدیو رو استوب میکنم چرا که دهنم سرویس شده تا همینجاش میذارم. اونا دیدم دیگه از اونجا قلب نمیاد یعنی حله. دوباره ادامه ویدیو رو میام میگیرم اوکیش میکنم. فارم تقریبا تکمیله. یعنی وسایلی که برداشتم براش تکمیله. فقط مونده که بچه ویلجرها بزرگ بشن. صداشون داره میاد. این پایینم حالا باید یه زامبی بندازم هر وقت بزرگ شدن. ولی تقریبا تکمیله. اینام هی دارن زیادترش میکنن. شت. خب من این گوشه رو میخوام برای چیز انتخاب کنم. ببین اول از همه که رفتین تیبل میخوام. چقدر جام پره. مثلا اینو بکن تو این. اینم بکن تو این. اینم بکن تو این. اینم بکن تو این. خوب یک رفتین بساز. عرضم به حضورتون. خب اینجا من با یه ساین 3 تا درست کنم. ساین کو باید کجا بذارم؟ ببین اول که اینا رو خالی میکنی. اینو میزنیم اینجا. شیفت رو میگیریم روی این کلیک میکنیم. خب این تا اینجا الان تکمیله. لاوا رو میذاریم اینجا. میریم بالا. من اینم بردم دیگه به کار نمیاد.
یه سطل آب هم از اینجا برمیداریم. میزنیم اینجا. اینم برش دار. خب الان این درست شد. فقط آیرن گولم دیگه اسپان بشه دیگه. اون پایین هم میتونیم یه کمپفایر بذاریم. من بعداً میذارم آف کامرا. بدبختم داره میسوزه اینجا. بریم بخوابیم. آقا مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. قسمت بعدی دوباره با بچه ها میایم و احتمالاً با دوتاشون هم بتونیم بیایم، چون حالا 2-3 نفری بخوایم جمع بشیم یکم بعضی وقتا مشکل پیش میاد، سخته. یکیشون نمیتونه، من خودم نمیتونم، بعضی وقتا نمیشه، بعضی وقتا 3 نفر، ولی فکر کنم برای قسمت بعدی 3 نفرمون هم بشه. واسه هم میگم ممنون که ویدیو رو دیدین. لایک کنین، کامنت بذارین. اگه از یوتیوب میبینین سابسکرایب کنین، اگه از آپاراتین دنبال بکنین. همین دیگه. فعلا خداحافظ.